این سوره است که آن را نازل کردیم و تعمیل احکام آن را بر شما فرض گردانیدیم و در آن آیات روشنی را نازل کردیم تا باشد که پند بگیرید. زن زناکار و مرد زناکار هر یک از ایشان را 100 دره بزنید و شما را در مورد ایشان در دین خدا رأفت نگیرد اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید و باید یک دسته از مسلمانان مجازات ایشان را مشاهده کنند. مرد زناکار نکاح نمی کند مگر زن زناکار یا مشرک را و زن زناکار نکاح نمی کند مگر مرد زناکار یا مشرک را و این کار بر مؤمنان حرام شده است. کسانی که زنان پاک دامن را متهم به زنا می کنند و سپس برای اثبات اتهام خیش 4 شاهد نمی آورند، پس ایشان را 80 دره بزنید و هرگز شهادتشان را قبول نکنید، هم ایشانند فاسق. مگر آنانی که توبه کردند و خیشتن را بعد از این اصلاح کردند، پس بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. و کسانی که زنان خود را متهم به زناکاری می کنند و برای اقامه آن گواهانی به جز خودشان ندارند، پس گواهی یکی از ایشان 4 بار شهادت است به اینکه به الله قسم است که او واقعا از راستگویان است. و سوگند پنجم این است که لعنت خدا بر وی باد اگر از دروغ گویان باشد. و زن مجازات را از خود به این طریق دفع می کند که 4 بار به خدا شهادت دهد که بدون شک او یعنی شوهرش از دروغ گویان است. و سوگند پنجم وی این باشد که غضب خدا بر وی باد اگر شوهر او از راستگویان باشد. و اگر فضل و رحمت خدا به شما نمی بود و اینکه خدا توبه پذیر و با حکمت است، شما واقعا تباه می شدید. واقعا کسانی که این تهمت بزرگ را وارد کردند گروهی از شمایند. آن را به خود بد مپندارید، بلکه در آن برای شما خیر است. برای هر یک از ایشان از گناهی که مرتکب شده است مجازاتی است و کسی از ایشان که بار زیاد این گناه را به دوش گرفت برای او عذابی بزرگی است. هنگامی که آن تهمت را شنیدید، چرا مسلمانان یعنی زن و مردشان در مورد خیش گمان نیک نبردند و نگفتند این تهمت دروغی است آشکار؟ چرا ایشان بر این اتهام 4 شاهد نیاوردند و چون گواهان را حاضر کردن نتوانستند؟ پس چنین مردم خودشان در نزد خداوند دروغ گویند. و اگر فضل خداوند و رحمت او به شما در دنیا و آخرت نمی بود، به شما در آنچه مرتکب شدید عذاب بزرگی می رسید. وقتی را به خاطر آورید که این اتهام بزرگ را به زبان می آوردید و به دهن خیش چیزی می گفتید که به آن علم نداشتید و آن را آسان می پنداشتید، در حالی که این امر در نزد خدا بزرگ است. و چون آن سخن را شنیدید، چرا نگفتید به ما شایسته نیست که در مورد این موضوع حرف بزنیم؟ پاکی تو ای خدا، این بهتانی بزرگ است. خداوند شما را پند می دهد که هرگز به مثل این کار باز نگردید اگر مسلمانید. و خدا به شما آیات خیش را بیان می کند و خداوند دانا و با حکمت است. بیگمان آنانی که می خواهند فحشا در میان مسلمانان شایع گردد، برای ایشان در دنیا و در آخرت عذاب دردناکی است و خداوند می داند و شما نمی دانید. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و اینکه خدا مهربان و رحیم است، واقعا حالت سختی دامنگیر شما می شد. ای مسلمانان، قدمهای شیطان را پیروی نکنید و هر که قدمهای شیطان را پیروی کند، پس بیگمان شیطان به فحشا و کارهای ناشایسته امر می کند. و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمی بود، هیچ یک از شما هرگز پاک نمی شد. ولی خدا هر که را بخواهد پاکیزه می سازد و خداوند شنوا و داناست. مردم با فضیلت و توانگر شما نباید سوگند بخورند که از امداد به اقارب، مساکین و مهاجرین راه خدا دریغ ورزند. باید عفا کنند و گذشت ورزند.
آیا دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. بیگمان آنانی که زنان پاک دامن بیخبر مؤمن را به فحشا متهم می سازند در دنیا و آخرت به لعنت خدا گرفتار شده اند و برای ایشان عذابی بزرگی است. در روزی که زبانهایشان، دستهایشان و پاهایشان بر ایشان به اعمالی که مرتکب شده اند شهادت می دهد. در آن روز خداوند جزای را که مستحق آنند به تمام و کمال به ایشان می دهد و پی می برند که خداوند هم اوست حق آشکار کننده. زنان آلوده به فحشا شایسته مردان آلوده می باشند و مردان آلوده به فحشا شایسته زنان آلوده اند. زنان پاکدامن شایسته مردان پاکدامنند و مردان پاکدامن شایسته زنان پاکدامنند. ایشان از آنچه مردم میگویند مبرایند. برای ایشان آمرزش و روزی خوب، پاک و وافر است. ای مؤمنان، به خانه غیر خانه خود داخل نشوید تا اجازه بگیرید و به اهل آن سلام دهید. این کار به خیر شماست تا باشد که پند بگیرید. اگر در آن کسی را نیابید پس در آن داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شود که بازگردید برگردید. این کار برای شما شایسته تر است و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. بر شما گناهی نیست که وارد آن منازل غیر مسکونه شوید که در آنجا مال و متاعی است که از آن شما می باشد و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پنهان می کنید می داند. برای مردان مؤمن بگو چشمهای خود را پایان اندازند و دامان خود را پاک نگه دارند. این کار برایشان شایسته تر است. بیگمان خداوند به آنچه انجام می دهند آگاه است. برای زنان مؤمن بگو چشمهای خیش را پایان اندازند، دامان خود را پاک نگه دارند و زینت خود را جلوه ندهند به جز آنچه از آن به طور عادی نمایان است و باید ایشان چادرهای خیش را بر گریبان خود اندازند و زینت خیش را جلوه ندهند مگر به شوهران خیش یا پدران خیش یا پدران شوهران خیش یا پسران خیش یا پسران شوهران خیش یا برادران خیش یا پسران برادران خیش یا پسران خواهران خیش یا زنان همکیش خیش یا بردگان خیش یا خدمتگاران مردی که تمایلات شهوانی ندارند یا اطفالی که هنوز احساس جنسی در آنها بیدار نشده است. پاهای خود را در هنگام راه رفتن طوری به زمین نزنند که از زینت خیش آنچه را پنهان نگه می دارند آشکار شود و همه به سوی خدا رو آورید ای مؤمنان تا باشد که رستگار شوید. مردان و زنان به همسر خیش را به همسر دهید و نیز غلامان و کنیزان صالح خیش را اگر نادار باشند خداوند ایشان را از فضل خیش توانگر می سازد و خداوند گشایشگر و داناست. و آنانی که قدرت مادی ازدواج را نمی‌یابند باید عفت خیش را نگه دارند تا خداوند ایشان را به اساس فضل خیش بی‌نیاز سازد. و آن عده از بردگان شما که آزادی خود را در برابر پرداخت پول می جویند ایشان را در برابر پول آزاد کنید اگر در ایشان خیر و صلاح را سراغ دارید و به ایشان از مالی که خدا به شما داده است چیزی بدهید. کنیزان خیش را اگر خواهان حفظ عفت خیش باشند به فحشا مجبور نسازید تا بدین وسیله متاع زندگی دنیا را به دست آرید و هر که ایشان را مجبور سازد پس بیگمان خداوند بعد از این جبر و اکراهشان آمرزنده و مهربان است. و بیگمان به شما آیه های روشنی نازل کردیم و نیز مثال از زندگی پیشینیان شما و پند برای پرهیزگاران. خداوند نور آسمانها و زمین است. مثال نور او چون طاقی است که در آن چراغی قرار دارد و چراغ در شیشه است. آن شیشه گویی ستاره است مرواریدگون. چراغ از روغن درخت مبارک زیتونی افروخته می شود که نه شرقی است و نه غربی. نزدیک است که روغن آن روشن شود اگرچه آتش به آن تماس نگرفته باشد
نوری بر نوری دیگر. خداوند به نور خیش هر که را بخواهد هدایت می کند و خداوند برای مردم مثالهایی می زند و خداوند به هر چیز داناست. چنین چراغ‌ها در خانه‌های روشن می شود که خداوند اجازه داده است که بلند کرده شوند و نام خدا در آنها ذکر شود. در آنها خداوند را صبح و شام بار بار به پاکی یاد می کند. مردانی که ایشان را تجارت و داد و ستود از ذکر خدا و از ادای نماز و دادن زکات غافل نمی سازد. آنها از روزی می ترسند که در آن دلها و چشمها منقلب می شود تا خداوند ایشان را به بهترین عملی که انجام داده اند پاداش دهد و به ایشان از فضل خود علاوه کند و خداوند هر که را بخواهد روزی به حساب می دهد. کافران بیگمان اعمال ایشان مانند سرابی است در دشت‌های ریگزار که آن را انسان تشنه آب می پندارد. تا به نزدیک آن بیاید آن را چیزی که فکر می کرد نمی یابد و خدا را در نزد خود می یابد که حساب او را فیصله می کند و خداوند در حساب گرفتن سریع است. یا اعمالشان همچون تاریکی های است در بحر پهناور که آن را موجی پوشانده باشد و بر بالای آن موج دیگر قرار بگیرد و بر بالای آن ابر باشد. تاریکی های است برخی از آن بر برخی دیگر طبقه زده. کسی که در این تاریکی ها گیر آمده چون دست خود را بیرون آرد ممکن نیست آن را ببیند. هر که را خداوند نوری نداده پس برای او بهره از نور نیست. آیا ندیدی که خدا را هر آنچه در آسمان ها و در زمین اند تسبیح می گویند و نیز پرندگان بالگشاده؟ هر کدامشان نماز یعنی نحوه پرستش و ستایش خدای خود را می داند و خداوند به آنچه می کنند آگاست. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست و بازگشت همه موجودات به سوی اوست. آیا ندیدی که خداوند ابر را به آرامی میراند سپس میان آن پیوند میدهد بعد آن را متراکم میسازد پس قطره های باران را میبینی که از لابلای آن بیرون میآیند و از آسمان از کوههایی که در آن است ژاله را فرو میریزد. پس هر که را بخواهد به آن مصاب میکند و هر که را بخواهد از آن باز می‌دارد. نزدیک است روشنی برق آن دیده ها را برو باید. خداوند شب و روز را به یکدیگر تبدیل می کند و بیگمان در آن برای صاحبان بصیرت عبرتی است. خداوند هر جانوری را از آب آفریده است. بعضی از اینها بر شکم خود می خزند، بعضی از ایشان بر دو پای خود راه می روند و بعضی از ایشان بر 4 پا را می روند. خداوند هرچی را بخواهد می آفریند. حقا که خداوند بر هر چیز تواناست. بیگمان ما آیه های روشنایی بخشی را نازل کردیم و خداوند هر کی را بخواهد برای راست هدایت می کند. منافقان می گویند به خدا و رسول او ایمان آورده ایم و فرمان برده ایم، ولی بعد از این فرقه از ایشان رو می گردانند و ایشان مؤمن نیستند. و چون به سوی خدا و پیامبر او خوانده می شوند تا در میان ایشان حکم کند، آنگاه گروه از ایشان رو گردان می شوند. اما اگر حق به طرف ایشان باشد، با فرمان برداری کامل به سوی او می آیند. آیا در دلهایشان بیماری است یا در شک افتادند یا می ترسند که مبادا خدا و پیامبرش بر ایشان ستم کند؟ نخیر، بلکه ایشان خود ستمگارند. سخن مسلمانان چون به سوی خدا و رسول او فرا خوانده می شوند تا در میانشان حکم کند، جز این نیست که بگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و هم ایشانند رستگار. و هر که خدا و پیامبر او را اطاعت کند و از خدا بترسد و از او هراس نماید، پس هم ایشانند پیروزمند. با خدا با نهایت تأکید خود سوگند خوردند که اگر به ایشان امر کنی، بیگمان از جان و مال خود در می گذرند
و بیرون می شوند. بگو سوگند نخورید، فرمان بری پسندیده است، یعنی حسن نیت نشان دهید. حقا که خداوند به آنچه می کنید آگاه است. بگو خدا را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید و اگر رو بگردانید پس پیامبر مسئول چیزی است که بر دوش او گذاشته شده است و شما مسئول چیزی هستید که بر دوش شما گذاشته شده است. و اگر او را فرمان برید رهیاب می شوید. بر پیامبر نیست مگر ابلاغ آشکار. خداوند به آنانی از شما که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده داده است که البته ایشان را در زمین خلیفه می سازد، طوری که آنهایی را که قبل از ایشان بودند خلیفه ساخته بود، تا دین ایشان را که به ایشان خوش آینده است پابرجا و استوار گرداند و حالت ایشان را بعد از خوف به امن مبدل سازد. ایشان تنها مرا پرستش می کنند و با من چیزی را شریک نمی آورند و کسانی که بعد از آن کافر شدند پس هم ایشانند فاسق. نماز را به تمام و کمال ادا کنید، زکات را بپردازید و پیامبر را اطاعت کنید تا باشد که مورد رحمت قرار گیرید. گمان مبر که کافران خداوند را در زمین عاجز ساخته می توانند. جای ایشان آتش است و چی بد جای برگشت است. ای مسلمانان، باید بردگان شما و نیز فرزندان شما که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند از شما در 3 موقع اجازه ورود بگیرند: پیش از نماز صبح، در نیم روز هنگامی که لباسهای خیش را از تن می کشید و بعد از نماز خفتن. این 3 وقت هنگام خلوت شماست. بعد از این اوقات بر شما و ایشان گناهی نیست که بعض شما بر بعضی دیگر آمد و شد کنند. بدین گونه خداوند به شما این آیات را بیان می کند و خداوند دانا و با حکمت است. و چون اطفال شما به سن بلوغ رسیدند ایشان نیز باید مانند کسانی که پیش از این به سن بلوغ رسیده بودند اجازه بخواهند. بدین گونه خداوند آیات خود را بیان می کند و خداوند دانا و با حکمت است. زنان نشسته یعنی کلان سالی که امید ازدواج ندارند بر ایشان گناهی نیست که قسمت از جامه های خیش را از تن بکشند و آرایش خود را به مردم جلوه ندهند، ولی اگر لباس کامل بپوشند و از عفاف کار بگیرند برایشان بهتر است و خداوند شنوا و داناست. بر نابینا حرجی است، نه بر لنگ حرجی است و نه بر بیمار حرجی است که با شما یک جا غذا بخورند و نه بر خود شما حرجی است که از خانه های خود یا خانه های پدران خیش یا خانه های مادران خیش یا خانه های برادران خیش یا خانه های خواهران خیش یا خانه های کاکاهای خیش یا خانه های عمه های خیش یا خانه های ماماهای خیش یا خانه های خاله های خیش یا خانه هایی که کلیدهای آن در اختیار شماست یا خانه های دوستان خیش غذا بخورید. همچنین به شما گناهی نیست که یک جایی نان بخورید یا به تنهایی. پس چون به خانه داخل شدید بر خویشتن سلام کنید. تحیتی از جانب خدا، تحیت مبارک و پاکیزه. بدین گونه خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که بفهمید. و بیگمان کسانی مؤمن هستند که به خداوند و پیامبر او ایمان آوردند و چون در کارهای دست جمعی با پیامبر باشند تا اجازه او را حاصل نکنند نمی روند. بیگمان آنانی که از تو اجازه می طلبند به خدا و به پیامبر او ایمان دارند. پس چون برای اجرای پاره از امور خیش از تو اجازه بخواهند هر کدامشان را که خواهی اجازه بده و از خدا برای ایشان آمرزش بخواه. حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. فراخوانی پیامبر را در میان خیش مانند فراخوانی که شما از یک دیگر خود می کنید تلقی ننمایید. بیگمان خداوند آن را که از میان شما در خفیه و به آهستگی می گریزند می شناسد. پس کسانی که از حکم پیامبر تخلف می ورزند باید بترسند که مبادا با فتنه مواجه شوند یا عذاب دردناک به ایشان برسد. هان به خاطر داشته باشید که هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خدا می باشد
بیگمان او حالتی را که در آن هستید و نیز روزی را که به او بازگردانده می شوید می داند. پس ایشان را به آنچه می کردند آگاه می سازد و خداوند به هر چیز داناست.